و البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌های شماست. تمام حقوقی که مرد دارد زن دارد. حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد. لیکن هم در مرد یک چیزهایی که ممنوع است به واسطه مفاسد و هم در زن یک چیزهایی که ممنوع است به واسطه مفاسد اخلاقی. اون که اسلام جلوش را گرفته چیزهایی که مفسده دار بوده، چیزهایی که برخلاف عفت زن بوده و زن را خواسته است که یک حیثیت انسانیش محفوظ باشد و ملعبه در دست مردها نباشد.